چیزی خداوند به خلق یهب لمن یشاء اناثا کلامی از بنده‌هاش از دست اراده‌اش رفته باشد خداوند برای آنها بچه هدیه می‌کند. کلامی از بنده‌هاش اگر خدا اراده‌اش رفته باشد پسرچه براشون هدیه می‌کند. و الله ذوالجلال قدرت دارد که به بعضی از بنده‌هاش جفت هدیه می‌کند، هم پسر هم دختر. ولی اهمیت می‌دهیم بعضی از نفرها فقط دختر دارند و پسر ندارند. بعضی از نفرها پسر دارند و دختر ندارند. بعضی را الله هر دو داده، هم دختر و هم پسر. حتی حضرت لوط علیه السلام، حضرت شعیب علیه السلام دختر داشتن پسر نداشتن. حضرت ابراهیم خلیل پسر داشتن دختر نداشتن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دختر داشتن و هم پسر. و یجعل من یشاء عقیما. خداوند با قدرت دارد که بعضی ها را نسل زند، اونا به ذریات فرزند ندارند. برادرای عزیز، فرزند یک نعمتی از جانب خداست. هدیه پروردگار. حتی رسول الله در یک روایت میگوید ان اولادکم هبة الله و امانة الله. فرزندان شما هم هدیه‌های از جانب خداست، هم امانت‌های خداوند. فرزند وقتی فرمان خدا در دست ما آمد گناه نداشت. تازه بودم همه خیر امانت به خدا باید بسپاریم که چی خیر آمده بود همه خیر آمد. باید نظارت کنیم در تربیتش و در همش. الله ذوالجلال اگر فرزند نتید با پول، مال، ثروت، زوری با دعا و با تشتا و با تومار نمیشه. ولی بعضی ما دنیا سوچورو که بچه گشت و زندگی ترکی نکرده از نوفقی را توش داماشه یا چشای جمعش مسلحت میکنه، هوا کاری میکنه پیش کلام بزرگوار بود. زندهش در بارش سادگی هیچ گفت از اون متمایز دست به بزرگوار چی میشه. یا برانده شکل. اگر بزرگوارا برادرای عزیز به من فرزند داده میتونید تمام اولیه های دنیا رو جمع کنید و خاک گرد یک صحابه برابر نباشد. در احد 70 شهید زیاد سید و شهدا حضرت حمزه. انمی به حضرت عایشه رسول الله مخصوص زندگی کردن فرزندان نشید. نمیشه دیگه عایشه احد دوره یک پنجه خاک رو فرزندان نشید. یا همون تومار و تشتای فرزندان شدن رسول الله نمیدونست که باید پیشوای ما و شما مثلا رهبری ما الگوی ما در همین شریعت مقدس است. الله ذوالجلال اگر فرزند نکرد هیچ کس فرزند داده نمی‌کنه. همین در همسایگی ما در ازبکستان با یک شخصیت سروندار میشناسیم به نام علیشه عثمان. زیاده از 20 میلیارد دلار دارد. بعضی از مردم ما اگر نفرهایی که یکی به پول دزدیده شود یا ماشین 570 میگیرد یا مثلا میگیریم میگم با او زیادتر بگیره شاید با پدرش چی رو سراغ میبینیم این چیزا رو ما بودستیم یا نه های پدرش پدرجان گفته فراموش کرده گیا یا با خودتون صورت کی مادرتون مادرجان گفتگی ولی من بسیار نمیگم تو خدمت کرده باشی و مثل حسن بصری تو سحر در زیر پای مادر زیر پای چنگی رو رفته باشی انصاف که یک بار تصورت کی مادر تا مادرجان گفتگی کی پدر تا پدرجان گفتگی و چید مینالی و چید مغرور شده ای و همه مال و ثروت یا با این جسد پهلوانی اینا همش موقتی است. الله فرمان میتید یک حرارت بلند میشه 40 درجه نه پول و مال فایدت میکند نه ماشینای قیمت فایدت میکند نه اون مسکولای دام کرده در فیتنس کلوبات و یک حرارت 40 درجه تو قد نداری 20 میلیارد جو داره سمالیات شخصی داره سوتوهای کمپانیای روسیه در اختیار شد الیت ساختمان‌های روسیه در اختیار شد ما و شما اگر یک دچه‌کی 200-300 هزار دلار داشته باشیم اون مردک ویلاهای دارد که به میلیون درجه میرسد سروش
در قیراقوم یا بار اگر کارت ازدواج دیده باشی مردک یخ تا داره یخ تا های شخصی که در شهر در بحرها اومدن زواد و فابریکه داره یا بار اگر اخبارها رو نگاه کنه شاید کمی کم ماه وجدانه باشه در کریم و کتیم قبولش نکنه یکی فرزند نداره الله میگه عثمان همین دنیا رو میتون فرزند داد نمیتون کجای عرض میکنی برای فرزند که دست چی میاد میتونی به پول بخریشه اگر میشید برادر عزیز او زوادی کودک سازی میسازد کدام ناو کودک برای بی کودک در کار بود دادن میگید استحصالش یا با همسر و خانداری میکنی الله سفارش میتید اگه قطر آب در کباری داد فرزند زیبا بشید الله فلیانظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین صلب و الترائب الله میگه پس حتما انسان یه بار اندیشه کنه در آینه خودت میبینی قد به زیبت چشم خاشات زیبا خط زیبا میکنی تازه نگاه میداری یک بار اندیشه که ای کجا خلق شدی ای چی خلق شدی از چی به دنیا آمدی نخواد تمام چیزها رو وقتی ما خریداری بکنیم باید خفاش نگاه کنیم که یک جا تیار شده مد این که جای از مسائل ساختمانی تو سرکردگی تو پوشاکاتون تو عطرهاتون تو تمام تلفن و دیگر رو وقتی میخرید خفاش نگاه میکنیم مد این کجای زدیلان کجای نوشتگی یا میبینیم بخونیم یا آب می نوشیم نگاه میکنیم محتواش ده چیه محتواش این سسته وجده چیه هم اینها رو عقلمون میگیرد الله میگه اول خود نگاه نمیکنی ای چه خلق شدگی در اینکوباتور در پتیس فابریک به دنیا نآمدی فلیانظر الانسان مما خلق من ماء دافق الله جواب میده خصوصیت قرآن رو ببینه خود چه خود تفسیر میکنه از آب جهنم کدام یخرج من بین صلب و الترائب آب پدر در ستون مهره آب مادر در قفس سینه این قرآن کتاب کشفیات است 14 عصر پیش الله عزوجلال به رسول الله گفته بود نه ابن سینا وجود داشت نه یگان حجره شناس وجود داشت نه جنین شناس وجود داشت نه لابراتوار اصل 21 بود نه اتروزمو بود نه یگان آزمایشگاه ها نه که قرآن ببینید چی گفته است ای چی خلق شدی ای انسانیا با فکر کن الله میگه از دو آب خدا تو رو خلق کرده آبی پدر و آبی مادر از امام احمد روایت میشه میگه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که یک نفر اومد یا رسول الله پرسید یا رسول الله همین انسان ای چی خلق میشه مسائل ساختمانی آدم ای چی است و این خونی زیبا ایا خوب نیست سیمت اینجا آرماتوره اینجا خاک خوب مفیش ده این قدر به خونه زیبا میشه ایا خاکی تاخته میشه نه به سوی خونه میشه انسان خدا چی خلق میکنه مسائل ساختمانی انسان حضرت گفتن که من نطفه امشاج در سوره انسان است که من خلقنا الانسان من نطفه امشاج از نطفه های چکنده یا آمیخته شده دو تا نطفه که آبی که آمیخته شده گفتن چی ضرورت داره آبی پدر و آبی مادر حضرت گفتن آبی پدر غفص است غلیظ است الله عزوجلال از این آبی غلیظ و غفص پدر استخوان و عصب و پیوندهای فرزند تیار آب مادر رقیق تنک است خدا جلد یعنی پوست و خون فرزند تیار بیو بین یکون کسی که پیش یک پیغمبر این تحقیق کرده میشه ما بگیم نکی خدا در که طبیبی حاضر بوده در همه چرا ندونسته چیزی که رسول خدا کشف دادن با ما گفتم و نمیدونیم دیگر رو تعریف بکنیم آمدم به خلاصه اصل 19 تا 20 رسیدم طبیب های جهان که واقعا هر دو آب در کاره انسان کودک دار نمیشه مراجعت میکنه طبیب از دنبال چی بگه میگه که خودت آبی خودت 100% یکم کمبودی نداره همین کلن آبش کمبودی داره یا ای خودت کمبودی داره کلن ساز اول توبه دمزگرانه بالاخره که نشید میگه نمیشه یعنی هر دو آب ضرورت داره برای اینکه فرزند شود از یابی تنها نمیشه
حتی رسول خدا در روایت بخاری گفتند همه آبی که در کمر مرده اینا فرزند نیست. کدام را که خدا انتخاب کند از همون با فرزند خدا خلق میکنه با دنیا داده شد. از چی خلق شده؟ از آب جهنم. نگو رسول میگه که در بالای آب سوراخ میکشد. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. در بچه‌دان و در رحم مادر خدا چگونه بخواهد به صورت کشید. خوب رویان را چه دودی عاشقی رویش مشو، نقش او در دل نگه دار عاشقی نقاش. میبینی بعضی از زیبایی یا دختر خچ بوده اکسوس خورده دور کشیده چه گونه فلانچه نازل نداده شه کشیده. دونستن چه دو خدا خلق کرده عهد قطرابی قزیبا مفتونش میشه عاشقش میشه. نست صورت گیره که امروز در بالای آب چونی صورت زیبا بیشه. فی ظلمات این سلاس خدا در قرآن میگه انسان خدا در کجا خلق میکنه. برادرای عزیز تمامی چیز مثلا همین برجامی در دسته میخونی جا در کجا تیم نشته در کدام شهره ها سراغش میگیری تا زود و تا همون جوش استحصالات میوی. انا همین ما و شما در زواد تیار شدیم در بچه‌دان مادرمون در خودش نیست در برش در داخل یک پرده یک لیتر 700 میلی گرم آب در داخل هوای خداوند انسان خلق میکند. یک روز دو روز تیار رو میشود. میبینی شما 9 روز یا داوود 9 ماه یا داوود کم یا داوود مردکارای خدا در او زوادی که خدا انسان بسازد 24 ساعت کار میکنه. کدام شما در براتون همسرتون حامله بود زواد خداوند صدای کارکنیش شنیده 24 ساعت. یک ماشین زیبا رو میبینید درونش مانیتورش یا بیرونش پشت میره که چلی ساخته باشن این ماشین دسته نداره چیکار میشه وا نباختن کنه بچه‌ها که میره دید در دست گرفتی میبینی این در کجا تیار شد چشمای یه کی چسبونده فر ماشین کنده میشه چشمی کنده نمیشه می جاهای زیبایی قاشای زیبایی لبهاشو ببینید زبانکشو ببینید بلبل و رگاب میزنه دستا ناخونها همه عضوی بدن الذی خلقک فسواک اون خدای بزرگ یک طرح خلق کرد یگان جای تو کم بودی نیست. خدا قدرت داشت یا دست کلته کنه یا دست دراز کنه نمیترسد ای خدای من نکی خدا این قدر زیباترین نعمت خدا را در دست میگیرین اندیشه میکنی که چگونه تیار شدی در کجا تیار شد یک باره به دستتون آمد کن 9 ماه خیلی در زوادا میبینین ماشین میارن اول رمش بعد نگاه میکنه خوب کریلاشو میارن فراش میارن هر چه او نوبت کتی آوردن میگن بعد میشه اون ماشین انا می رامی بارم خدا اول میسوزه در اوجا وقتی که خالب شکل گوشتار رکید هم عضو بدن یک به یک واده چسباندن میکنه فرمان الله میشه کامل میشه ثم السبیل یسره خدا سپارش میده که درهای کشاده شوی برای بنده من بیرون شد زواد هم دیگه منتظره که بنده خدا بیرون شود الله نخواهد نمیشه چندی که چه کار رو میکنیم مادر رو میکنیم جنازه‌اش که اشاره و سری فرزند داره نتونست تولد کرده پول داره مال داره اخیراً شخصا جنازه اشتراک کردم که شوهرش هم خیلی دوره که همسرش در حالتی تولد کردن دنیا گذشت ان شاء الله مسلمان حکم شهید داره رسول خدا صلی الله علیه و نکی الله که نخواهد یگان طبیب یگان قسم بکنه این فقط ما یک تاشو گفتیم ما در تاجیکستان حتی تو پنجگونی شدید اینا که هست اینو با نزدیکی در کبودیون تنی خواهی شد 5 بوده که انصاف کنیم همین تولد چیز برو بوده همین لحظه تولد شدن یا با بگیم قطار بانین شب قدر جارو میگیرن در روسیه شدید اون واقعا در اینترنت که 10 نفر تولد کرد شما همین 5 تایی که شما در تاجیکستان دیدین یک بار انصاف کنیم بگیم قطار بانین چند قدر جارو میگیرن 10 دقیقه نگاش کردن نمیتونید 9 ماه خدا در داخل بطن مادر نگاش کرد بگه گپی کی نمیشنوه تشنه ماندم گوش نماندم به نفس ماندم دقت نفس شدستم او یادگارش زدم یادگارش زوم کردم بالا یادگارش بفهموندم گپی کی نمیگیرن یا از بیرون بشود که او رو بگیری نظارت کنی کامپیوتر خودی که ایرا نزن ایشا نزن پیش ایرا نگی تیار شد 9
نوبت خطی بیرون میشه برادرای عزیز کی او را میگه اول تو میبری بعد دیگری میبری نوبت یک تا نگیره علم الانسان ما لم یعلم دان انسان آنچه که انسان نمیدونست عقلش نمیگیریش تصورات نداشت والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله میگه انسان وقتی خدا تو را خلق کرده شکم مادر رو بیرون شدی تو یگان تصورات نداشتی همین کودک نو تولد شد دیگه شما روزای اول نگاه کنید او هیچ چیز نمیشنوه هیچ چیز نمیبینه فقط کنترل و نظارت خدا خود کرد کی او را در بیخ گوشش فهمه که پیستان مادر رو تو چه خیلی باید بمکی کدوم لو تا ای پایان بری کدومش ای بالا مونی چند قباید و استفاده بری رنگ کلاپ نه هم قدر کاری تمام محکم میشه نمیبیا الله عزوجل همین ها رو برای ما نعمت خودش گفته است فرموده است که تو دانیم که اینا مال الله ها خدا را خلق کرده در جایی که انسان تصور کرده نیست تا بازی را که چگونه تیار شده اونجا از دو قطره آب خدا چیزهایی برای ما و شما داده که شما نگاه کنید برادرایی که ماشین داریم همین جاهای گاه ها میشه که ماشین شما صداش میبرایم میگن چی روغناش خشک شده همین کلا میبریم پیشی روغن رو عوض میکردی روغناش عوض میکنیم که تا اینکه همون صدا گم شود کوچکای زیباتون رو چرخت بکنید دستکتون رو چرخت بکنید رسول الله میگه 360 پیوند داره که روغن داره حدیث مسلم 360 پیوند است که این هم که قطع میشود اگر روغنش خشک شود در یگان مکانی که روغن عوض میکنه هیچ عوض کرده نمیشود اگر ماشینای دنیا 1 میلیون کیلومتر موتورش برای شما کفالت گارانتی داده باشه این موتور تو دیده ببینه چقدر مصیبت بالا میاد برای موتور رو زده چشما رو ببینید یعنی حبابچه که زیر زبان آب بیرون میکند هر دقیقه هر ثانیه پس این کار میکند اگر یک دقیقه کار میکنه اگه سپرکله میقفه دیگه لب گب زده نمیتونی تو این نعمتهای زیاده خدا همه اینها رو در همون زبان خودش تیار کرد نه که زبشست انسان فروخته نمیشه ماشین قیمتترین تا بخر میگه قسم احتیاطی فلان ماشین نشید سپارش میدی ای دبی ای ایتالیا ای گرمانی میرانشد نه که انسان اگر یا عضوی بدنش بیکار شود در کجا میشه عضوی بدن میکنه که قسمای احتیاطی بدن انسان چقدر انسان خدا موضوع خلق کرد که نعمت رو دو حالا اون گفته سام برادر عزیز که شما دونید که نبیاره چی شما مالی الله خدا برای شما این قدر در او سواد انسان سوزش نعمت فرزنده که زیبا کرده در دست تو به قدر این نعمت رسیدن در خود به قدر نعمت رسیدید اون سنت هایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فرزنده های نوزاد است که ما و شما را توصیه دادن راهنمایی کردن با مجرد تولد شدنش از آن در گوش راست گفتن و خبر در گوش چپ شد یعنی از آن همون الحمدلله میدونم همین گوش راست در از آن گوید گوش چپ گوش در خبر گوید یکی از دانشمندان رو پرسیدن چی حکمت دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت بخاری میگه که همین شیطان یگانه از صدایی که میترسد میگیرد صدای اذان دارد همین صدای اذان در هر خانه داده شده جن شیطان ای خانه میترسد فرار میکنن قدرت ندارن طاقت ندارن دیگه استادان رو گوش کردن یکی از دردها به نام او استبیانه اگر هر فرزند در مجرد تولد شدن اذان گفته شود قامت گفته شود همون درد پروردگار ایوای دور میاد حکمت‌های زیاد دارد درست اولین آن کلمه زیبایی که باید این فرزند که مخلوق الله در دنیا بشنود باید صفت و وصف آن پروردگارش باشد که او را به دنیا آورده الله اکبر خدا بزرگ است خب 7 روزه شیدن گفتند مال به نام او ذبح میکنند از جانب پدر و مادر خیلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حسن حسین تولد شدند البته امام حسن و امام حسین 11 کلمه ما از محبت زیاده که دوگونی که امون حسن حسین میگیم یا فاطمه زهرا میگیم زهرا لقب حضرت فاطمه دوگونی نیست
ما خدیجه میگیم، خدیجه ممکن نیست. خدیجه خدیجه و کبرا میگیم یا کبریون میگیم یا لقباشون هم اگر دوگانه نیستن که از محبت به همین خاندان که داریم دیگه دوگانه‌شی حسن و حسین اشتون میکنیم. خلاصه کلام مالشون حضرت رسول الله کشتن از جانبشون و علی را گفتن که موی سر شکر باشیم هر قدر که وزن شید برادرش قرار را بمانیم کلش به کمبغلا ترسید. چند قدر دیگه باشه این عباس در یک روایت اگر گفته شرایطش خوب باشه اطلاعاتی هم فایده داره ضرر نمیکنه. خیر صدقه هر قدر زیاد شد هم قدر فایده داره. خب نام زیباش می‌ذارم. نام زیباش عبدالله احب الاسماء الی الله عبدالله و عبدالرحمن. محبوب ترین نام برای پسر بچه ها که خدا اون نام رو دوست می‌دارد عبدالله و عبدالرحمن. همین اسما هم اپای حضرت عایشه مادر مونه. همسر زبیر میگه وقتی ما به مدینه آمدیم حامله بودم. یهودیای مدینه همه جا اعلام کردن که ما سحر جو هسته همه میمونن جان ما خلاص بشیم. اما امر خدا خواست خدا بود. میگه من تولد کردم همین کودک حتی پیستان ما در دهنش نداشتم. گفتم نزد رسول الله میریم. شب بود میگه با همراه زبیر آمدیم. پیغمبر بزرگوار گرفتن میگه خیلی خرسند شدم سحر جادوی یهود باطل شد. مسلمانی نو در باطن هجرت تولد شد و میگه خرما را جویدن شیره او را گرفتن در لب و کامی فرزند و مالی دادن گفتن که نامش عبدالله بود. عبدالله ابن زبیر نبیره حضرت ابوبکر صدیق عبدالله ها زیاد دارن. عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمرو بن عاص، عبدالله ابن عمر بچه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. یعنی عبدالله بنده الله. زیباش می‌ذارم. خود در 7 روزگیش یا 14 یا 21 ختنه شد. جابر بن عبدالله میگه من شاهد بودم که نبیرهاش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در 7 روزگیش ختنه کردن. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب خلاصه این بعضی از سنت هایی بود که در تولد شدن فرزند نبیرها از جانب صاحبان این فرزند انجام داده می شود. البته زندگی هر قدر به سنت رسول الله موافق شد اما برکت دارد، اما قدر فیض دارد. خداوند رو دعا کنیم که عمر این فرزند برکت بده. از تمام آفات و بلیات زمینی و آسمانی خداوند محفوظ نگاهش دارد. از جمله بنده های مخلص و مؤمن واقعی قرار بگیرد. دوستان و برادرانی که در این جمعیت خیر اشتراک کردند خدای ذوالجلال هر مورد مقصدی نیکی دنیا و آخرت دارد و مقصدها شما رساند. خداوند متعال و دوستان و برادرایی که در خارج کشور هستند الله دعا می‌کنیم که خدا عمری با برکت شون در کسب و کارشان رواج و برکت عطا نماید. در شهرهای دیارهای غربت خداوند اولا تقوا را نصیب شون کنند که با اخلاق مسلمان آنها را بشناسند. خیلی تأسف است که مسلمان های نرکویز نیست، مسلمان های زناکار، مسلمان های اینقدر حق مردم بخورد. میفهمیم حاجی چه بار حج رفته با این درو مشته پسرد نوشته حق مردم بخورد. والله قسم اگر حجات رو بگیرن یک انسان بپلی در قیامت 100 بار که حج رفته باشه فایدت ندارد. بدترین گناه را انجامدن انسان است. امام ابو داود روایت میشه عبدالله ابن عمر میگه رسول خدا خانه کعبه را آمدن سنگ بوسه کردن گریه کردن گفتن ای کعبه والله قسم اینقدر پاک شدی هیچ بوت وجود ندارد همه لا اله الا الله میگه اینقدر خوشبو و معطری احترام تو در قلب تمام مردم مسلمان جای گرفته است. گریه کرد والله قسم گفت خانم فکر نکن تعریفت میکنم احترام خون و مال و آبروی جان یک مسلمان از احترام تو را بالاتر است. اون پس از نکاحی که حق مردم بخورن خانه خدا رو ویران میکردن هم که گناه نمیگرفت. سخن من نیست، سخن پیغمبر بزرگوار. برای 2 متر جا مرد در اختیار ما نیست برادرای عزیز. همین دیستانسیون و پرابلم نیا کو
حوض دارد سرخ دارد سرخش میجی که جانت میبره در دست الله هست انت میجی قجه همون دیگه جو میدانه بتونی جان تو خدا میگیره میلیاردات میمونه در خانه قبر حتما جواب تو میتی بروی حق مردم خدا رسول خدا در روایت مسلم گفتم پرسیدم مال مفلس شما میدونین مفلس کیه گفتم یا رسول الله خدا و رسولش میداند تو مفلس کی است گفت که کسی درهم و دینار ندارد صحابه گفت که لا درهم ولا دینار مفلس کسی است که نه درهم دارد نه دینار دارد یک کم بغل قد کوچه است گفت نه مفلس امتی من شخص است که 5 وقت نمازش قضا نکرده خرچ ملائکه صفت گرفته اولی صف مسجد میشیند مسجد میسازد راه میسازد بیمارخانه میسازد هر سال حج میرود عمره میرود نکی ظالمه حق مردم خورده مردم زده مردم شکنجه کرده دشنام داده غیبت کرده اوجا میره خداوند که نگاه میکنه نزد پروردگار 1000 آدم میسازه مردم روسیه چیلیابینسک نوسیبیرسک اومسک ایرکوتسک همه بیچاره ها جمع شده ای الله یا کجا میبری ما در زمستان خونه کار میکردیم حقی ما را میخورد بیار حج برای ماموته نه حج میماند نه نماز میماند نه قرآن نه ختم قرآن و تراویحش نه مسجدی ساختگیش حالی مردم ایستادی که این 200 سالی بوده خدا این دیگه یکون سبب ندارد میگه الله گناه های ما را بر در گوش یزد وضع میکنه میماند ثم طرح فی النار برای در دوزخ پرت میشه خدا ترسیدن در تو به جای جوان مردی چند نفر رو میشنوشی در دیارای غربت دستی هم مسلمان رو گیری مسلمان رو ظلم میکنی و عزتی و جلالی مظلوم لانصرنک ولو بعد حین الله با عزت جلالش قسم میخورم با عزت جلالم قسم ای مظلوم صبر کن من خانی ظالم رو ببرم ظالم گدا میشود در بدر میشود ظالم پشت پناه ندارد و مال ظالمین من انصار الله در قرآن میگه ظالم پشت پناه ندارد عمر دراز ندارد آبرو ندارد زیرا او بنده های خدا را انجام میده دعای بدی مردم بالای سری آمده است همین 10 سمر گفتی حلالت بخو هیچ کس آور نکنه برای 100 سم یک کس را انجامدن دماغ یک کس سوزوندن نعوذ بالله از این بدش میفهمه با میکشن یک دیگر شد برای یک دنیا شد من نه اون روز جنگی همه سوزی شما داد بچه که 19 سال دار پرچه کشید امام بخاری روایت میگه القاتل والمقتول فی النار دو مسلمان وقتی که در دست کارچه میگیرن نیت یکدیگرش کشتن دارن هر دوش دوزخی هم گفتن مرد مسلمانه جوان مسلمانه چی درد جامعه را فرا گرفته که آخه این فقط وظیفه مقامان نیست برادرای عزیز وظیفه تمام مردمه که پیش راهی کار باید بگیرن امت دیدم یک طرف شدیم خود دید یک طرف ایستادی حتما به همین جنایت میشود آخه چونی جنایت رو برده در دادن در کار که عبرت شود فرزند این طرف همین کارو میکنن با جای فایده ضرری در جامعه میشود ماهی دراز اون بیچاره پدر و مادر خون میگیرن دیگه الله ذوالجلال دعا کنیم که محبت بین یکدیگر در دیار غربت بین مردم مسلمان در حقشون جای تیردو همشون خدا هدایت کنه انصافشون یکدیگر یاردم و کمک کنه در کسب کارشون برکت عطا کنه الله ذوالجلال فیض و برکت دنیا و آخرت نصیب کنه گرداند و صلی الله علی رسولنا محمد علیه الصلاه و السلام